وزارت عدلیه قرقیزستان پیشنهاد دارد که ثبت نشر نوار از رفت مرافعه‌های دادگاهی حتمی شود. بنا به این پیشنهاد اگر در دادگاه مرافعه را ثبت نکردند باید قضیه دوباره بررسی و حکم بکار شود. بهانه‌های چون دستگاهی ثبت کار نکرد یا برق نبود باید قبول نشود. وزارت عدلیه خواستار آن شده است که به قانون کیفری یک ماده علاهیده درباره پخش زنده مرافعه دادگاهی وارد کرده شود. راه اندازی پخش آنلاینی محاکمه های دادگاهی در اینترنت به مردم زیاد امکان میدهد رفت مرافعه را در لحظه ای که جریان دارد نظارت کنند. این پخش مستقیم به بیشتر شدن شفافیت و باز بودن محاکمه ها مساعدت خواهد کرد. اما تشبثکاران این پیشنهاد تاکید دارند که دادرس باید تنها بعد اجازه گرفتن از شرکتداران مرافعه تصمیم پخش مستقیم را بگیرد. در مرافعه‌های پوشیده طبیعی است که ثبت و نشر نوار منع است. حالا ژورنالیستان و ناظران را حتی به مرافعه‌های گشوده هم راه نمیدهند. اگر چنین اجازه داده شود هم به شرط میدهند که ثبت و نوار نگیرند. وکیلان میگویند پیشنهادها درباره ثبت در تالار دادگاه مؤثر نیستند. اکثرا دادرس ها اجازه نمی دهند. اگر اجازه هم دهند تاکید می کنند که بغیر از دادرس و دادستان ها و کاتبات همه را می توانید ثبت کنید، یعنی ما را ثبت نکنید. برای همین من شک دارم که در عمل این تصمیم کار آید. به احتمال زیاد دادستان ها راضی نمی شوند. حامیان حقوق از آن نگرانند که دادرس‌ها می‌توانند برای راه ندادن به پخش زنده به بسیار پرونده‌ها مهر مخفی گذارند و مرافعه‌ها پشت درهای بسته صورت گیرند. در ضمن در قرقیزستان دیروز مرافعه دادگاهی 11 خبرنگار که در دعوت به بی‌ترتیبی متهم می‌شوند برگزار شد. مرافعه گویا باز بود اما خبرنگاران و فعالان را به آن راه ندادند. در تاجیکستان هم سالهای اخیر اکثر مرافعه‌های دادگاهی پس درهای بسته یا در بازداشتگاه‌های موقتی دور از چشم خبرنگاران و جامعه می‌گذارند. مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. سال 2021 وکیلان پارلمان از طرح قانون جانبداری کردند که باید دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه‌ها آسان می‌کرد. اما با گفته اکثر روزنامه‌نگاران وضع بی تغییر است و دریافت همه گونه اطلاع رسمی از رفت مرافعه‌ها همان مشکل باقی می‌ماند.